سلام از کردی آقا. پس بری شبا که زمزمه خبر ائتلاف منطقه‌ای و ورود نیروی نظامی به سوریه از این ور و اون ور به گوش میرسید، آخوندا رفتن تو خط ایشالا گربست و شروع کردن به سود زدن در تاریکی. مثلا پاستار جعفری اینطوری گفت: رژیم آل سعود ادعا کرده نیروی مستقیم به سوریه میفرستد، اما فکر نمی کنم جرأت این کار را داشته باشد و اگر این کار را کنند تیر خلاص به خود زدند. آنها گندگویی کردند و البته اگر هم نیرو بفرستند چیز بدی نیست. از اون طرف پاستار سلامی هم گوی سبقت رو از مافوقش رو بود و برگشت گفت اصلا این خبرها جوک و لطیفه است. اعزام نیرو توسط عربستان به سوریه به یک لطیفه سیاسی شبیه است تا واقعیت میدانی و ما نیز برآوردهای دقیقی از آنها داریم. اما طولی نکشید که دیدن نه بابا قضیه جدیه. وزرای امور خارجه آمریکا و عربستان بار دیگر بر همگرایی دوجانبه در قبال تحولات سوریه تاکید کردند. جان کری در دیدار با همتای سعودی خود در واشنگتن گفت از تمایل عربستان برای اعزام نیرو به سوریه تشکر می‌کنم. اینجا بود که به ناگهان گندگویی و لطیفه و این حرفا جای خودشو به جیغ و داد و آه و ناله داد. دفاع مقدس دیگری در جریان است. تمامی اسناد و شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اهداف کانونی برای این جبهه بحران آفرین در منطقه است. جوک و لطیفتون باور کنیم یا دفاع مقمپزتونو؟ مگه نمی گفتید گندگوییه؟ پس حالا چی شده که خودتون با زبون خودتون میگید هدف نظام ولایته؟ اخیراً مسئله برگزاری رزمایشی تحت عنوان رعد الشمال با حضور نیروهای اردن، مصر و پاکستان و برخی کشورهای عربی در منطقه حفرالباطن عربستان با مشارکت ارتش این کشور با هدف تهدید ایران مطرح شد. ناظران محافل سیاسی معتقدند که برگزاری این رزمایش مشترک پیام آشکاری برای مقابله با سیاست‌های ایران در پی تنش سیاسی میان ریاض و تهران محسوب می شود. آقا عظما و سگ سیلاهاش احساس خطر کردن، یعنی تو این وضعیت انفجاری داخلی دیگه تاب و توان یه چنین زلزله‌ای رو اونم تو منطقه ندارن. به همین خاطرم است که از خود خامنه تا پاسدارای درب و داغونش همگی به دست و پا افتادن و مدام آژیر میکشن. اما این بوق زدن ها دردی از عظما دوا نمیکنه. به قول معروف هیچی قدرتمندتر از اونی نیست که زمانش فرا رسیده باشه. عجب جمله موشکافانه‌ای گفته ویکتور هوگو.